خوبه؟ دوباره این حرکت رو نشونم بده. خیلی خوب باشه. دوباره لطفاً. میچرخی و خوبه. خب مراحل عشق رو بگو ببینم. واقعا میخوای بدونی؟ نه از روی کنجکاوی. کنجکاوی؟ باشه. اولین مرحله جذب شدنی. جذب شدن؟ جذب شدن. خب دومیش وابستگی و بعدش سومی عشق. خب بقیهش؟ چهارمی اعتماده. نمیشناسیش؟ اعتماد. پنجمی عبادتی. اینم نمیشناسی؟ عبادت. ششمی دیوونگیه. این یکی هم نمیشناسی؟ فکر نکنم بشناسم. اشتیاق. و آخریش مرگ. واقعا؟ چه حرفای قشنگی. گوش کنین من فقط وای خدا 2 دقیقه صبر کنین الان میام. ای وای. داشتین در مورد چی حرف میزدین؟ فقط از روی کنجکاوی میپرسم. اگه قبل از جذب شدن اعتماد به وجود اومد چی؟ این معنای دوستی میده. دوستی خیلی قشنگه. آره؟ معلوم. ببخشید نمیدونم چجوری آب میوه روم ریخت. واقعا نمیدونی؟ نه. به خاطر خنگیت خوشگله. بچه ها من دیگه دارم میرم. شما هم تمرین کنید تا رقصتون خوب بشه. باشه؟ چشم خانم. منم خیلی کار دارم. حالا این طرفی وایسا. باشه. این شکلی. بعد من میام اینجا. بعدش میری سمت دیگه. باشه. و بعد میگردی طرف من. بعدش یه ذره آرومتر. خیلی بعد میای اینجا و شروع به رقصیدن میکنی. راحته؟ آره راحته. یادت نمیره؟ اتاق خانواده داماد خیلی قشنگ شده نه؟ مدل‌های خیلی بیشتری هم برای این اتاق دارم. حالا باید ببینی. بیا این کاتالوگو ببین عزیزم. آخرش هم یه چند تا چراغ بیرون میذاریم. نظرت چیه ها؟ باشه. ها؟ ببخشید. سلام. دستیارت کجا رفته؟ مریض شد و رفت خونه استراحت کنه. نگران نباش. دخترم بجاش اومده کمکم کنه. مشکلی نیست. خوبه. اصلا کارشم خوب نبود. لطفاً دیگه اینجا نیاد. باشه. چی شده؟ هیچی عزیزم فراموشش کن. این پولدارا همیشه اینجوری حرف میزنن ولی ما یه مشکلی داریم. با خودش زردچوب و چوب صندلم برد و من همه اینا رو فردا صبح میخوام. دخترم میتونی بری بیاریشون؟ چون تلفنشو خاموش کرده و جوابم نمیده. چیکار کنم؟ اینو بگیر. الان میرم. عالیه. دست درد نکنه عزیزم. زود میام. قربونت برم دخترم. میکنی؟ حواست کجاست؟ تو به من یاد دادی. چرا الان خراب کردی؟ زیاد رقصم خوب نیست. دنبال کی میگردی؟ من دنبال هیچ که نمیگردم. دروغ نگو. سلام. باور کن راست میگی. الو آریان کجایی؟ همه منتظرتن دیگه. بیا زود باش. دیگه نمیتونم تحمل کنم ریوا. واقعا؟ چی کار میخوای بکنی؟ اگه الان منصرف بشی خانوادم تو رو میکشه. اینو میدونی نه؟ رادیکا خونه نیست. فقط مادر بزرگش هست. الان بهت زنگ میزنم. باشه. الو. سلام رادیکا هست؟
شما؟ از مرکز مراقبت‌های پزشکی زنگ زدم. کارتون چیه؟ خواستم بگم ما اینجا برای سخت جنین پول نقد نمیگیریم، فقط چک میگیریم. قانونمونه. سلام دکتر. الان زنگ زدم خونه تا باهات حرف بزنم. بفرمایید. رادیکا اونجا چی کار میکنه؟ میتونیم شروع کنیم؟ آره میتونیم. اینجا نور پردازی ببخشید. میشه. سلام خاله. سلام. حالا که این دور و بر نمیبینم. رفته بیرون یه کار مهمی انجام بده زود برمیگرده. میخواستم بگم ممنون. خیلی ممنون. میخواستم بگم یه لحظه پسرم. بله؟ میخواستم بگم من یه دختر خیلی خوشگل دارم. میدونی همه همسایه ها دوستش دارن. میدونی چقدر خوشگله. من 4 ساله همه لباسشو میخرم عزیزم و خیلی بهش میرسم. عکسای زیادی ازش دارم. نظرت چیه؟ الان عکسشو بهت نشون میدم تا بفهمی راست میگم. همه حرفام درسته. خیلی دختر خوشگلی. ببین چقدر لباسش بهش میاد. ها ببین پسرم من میخواستم بهت بگم آخه استرس گرفتم. باش ازدواج بکنم؟ آره عزیزم. متاسفم. درست نبود رادیکا. چرا بهش نگفتی؟ چرا بهش بگم وقتی هیچی براش مهم نیست؟ براش فرقی نمیکنه. نمیخوام دیگه به سامر چیزی بگم. این مشکل منه ولی دیگه نمیخوام بهش فکر کنم. نمیتونی بهش نگی. مگه ندیدی دکتر چی گفت؟ تو جونت در خطر. حالت اصلا خوب نیست. باید یه کاری کنی. ریوا و سامر نباید ازدواج کنن. عاشق شدی؟ فیلم جدیده؟ سوال کردم. این چه سوالیه؟ تو که منو خوب میشناسی. برای همین طورم میپرسم. تو خیلی عوض شدی ریتویک نو. یعنی چی؟ هیچی. اگه عشق نباشه شاید داری به یکی دیگه اعتماد میکنی. آره ممکن. بریم برقصیم؟ بفرما. چرا وایسادی؟ سامر رادیکا حامله است. باید همین الان به ریوا بگی. حتی به خانواده اینو. من با ریتویک حرف میزنم. نه خواهش میکنم به کسی چیزی نگو. من بیشتر از خودم نگران رادیکام. ولی با این خبر بهش توهین میشه. خواهش میکنم دلشو نشکن. تو نمیدونی چقدر دوست داره. میدونم. نمیخوام این دفعه دیگه اذیتش کنم. ولی قول بده به کسی چیزی نگی لطفا. باشه. پس لطفا یه کاری کن. نگران نباش.
چی شده؟ دوست سامر یه مشکلی داره. اون رفت پیشش تا کمکش کنه. دیدم رنگش پریده و حالش بده. خواستم ازش بپرسم اما مثل اینکه موضوع خیلی شخصیه. ولی رفت که حلش کنه. آره انگار حالش بد بود. ولی بهتره ما تو کارش دخالت نکنیم. تو سردت نیست؟ اوه دهلی چقدر سرد شده. بیا اینجا بشین. بهتره نه؟ ببخشید لطف کن به تاری بگو 2 تا قهوه برای ما بیاره. چشم آقا. قهوه دوست داری؟ آره؟ خوبه. امروز یه نفر از من پرسید که ریتویک کسی تونسته تازگی ها اعتمادتو جلب بکنه؟ جوابت نبود؟ نه برعکس برای اولین بار گفتم آره. و اون شخص تویی. میدونم بین ما رابطه یا عاشقانه و چیزی به اسم عشق نیست و از این مزخرفاتی که من دوست ندارم. ولی آره من دارم بهت اعتماد میکنم. شاید دلیلش این باشه که تو حتی توی سختی ها صادقی. همیشه کار درست میکنی و من سعی کردم عین تو باشم. ولی آره رفتارت خوبه. من داشتم به این فکر میکردم که این راحتی که بین ماست و تا حالا تجربه نکردم، حداقل با هیچ کدوم از دوستام. بس فکر کنم آره دارم بهت اعتماد میکنم. باید اعتراف کنم بی اراده این حرفا رو زدم. نمیدونم چی شد که گفتم، ولی خب گفتم دیگه. اینم از قهوه. ممنون. بفرمایید. ممنونم. نوش جون. مطمئنم که به اعتماد من خیانت نمی کنی. من دیگه باید برم تو. همه منتظرم. ریتویک هیچ وقت به اعتمادت خیانت نمی کنم. هیچ وقت. چرا انقدر زود گذاشتیش رو سرت؟ فکر کنم الان فقط میخواستم ببینم بهم میاد یا نه، ولی اصلا نمیاد. آش کشک خالته. مامان دستور داده که باید بپوشیش. ببخشید اما من رو باید اینجوری بذاری. باید همه پسرای خانواده این پادشاه بشن. این چیه؟ خیلی بهت میاد. خیلی خوشگل شدی. باید بگم که خیلی جذاب و دوست داشتنی هستی. یا این شرط ببندیم؟ امروز هیچ دختری نیست که نگاه نکنه. تو این رنگ خیلی جنتلمن شدی. آره صورتی رو بهش ببند. مواظب باش چیش نکنی. رستم زنگ زدی دعوتش کنی؟ آره مامان بهشون زنگ زدم، نگران نباش. رستم بزرگترین تاجر تو بمبئیه، درسته؟ نه مامان، بنگلور. نه ریتویک، بنگلور نه، بمبئی. ریتویک مامان چیکار کردی؟ مامان داره میسوزه. چرا اینجوری کردی؟ گلیسرین چشمتو باز کن ببینم. یادت رفت مامان منو نمیبخشه. برای چی باید کمکت کنم؟ چی مشکل خودمه؟ عروسی ریواس باید کمکم کنی. یادت نره کمکت کردم وقتی کیفاتو توی پاریس جا گذاشته. یالا جبران. سر من منت آره گذاشتی. باید همین الان کمکم کنی. حالا که اینطوره زنتو میندازم به جونت. گفته باشم خواهرم داره از خونه میره اون وقت من نمیتونم بس که شیطونی. آخه احمق خجالت نمیکشی آخر عروسی که خواهرت میره نمیتونی گریه کنی؟ بزنمتون و خوب گریه کنی. ساکت. یه ذره یخ بذار رو چشات. خوب مامان من کلا فراموش کردم دعوتشون کنم. ازت معذرت میخوام. واقعا تحت فشار بودم. یادم رفت. ببخشید. خواهش میکنم. منو ببین. فکر کردی احمقم؟ تا کی میخوای کارای داداشتو گردن بگیری؟ مامتا جان دیدتو نسبت بهش مثبت کن. این داداشا برای هم میمیرن اینجوری که خیلی خوبه. البته مردن یکم زیاده وقتی رویه اشتباه نه؟ میکنن ازشون طرفداری نکن. من که حرف اشتباهی نزدم مامتا. این خوبی خانواده نونه. ما حاضریم برای همدیگه بمیریم. ما خیلی عاطفی هستیم. حتی اگر شده تو چشمشون گلیسرین هم بریزم باید گریه کنن.
این یعنی خانواده نور. این خونه پر احمق شده. احمقای عاطفی. منم دوست دارم. ببخشید مامان، معذرت ولم کن. همین الان میری یه بلیت میگیری و به موقع میاریشون اینجا. ازشونم معذرت بخواه. خودت شخصا بیارشون. تو بهترین مامان دوست دارم دنیایی. مامان. حالاک اینو بگیر، بشقابم با این گلا تزیین کن. یادت نره باشه. رادیکا باهات صحبت کرد؟ نه عزیزم، ولی نگران نباش، با مادر بزرگش حرف زدم. گفت خونه دوستش بوده. نمیدونم چرا اینجوری میکنه. نمیدونم چه شده این دختر. جواب تلفنم نمیده. حالا تو حواست به کارت باشه. خب مراقب باشم امروز مامان. داری مهربونی ولی بغلت نمیکنم. تو نگاش کن. چرا مثل جنا شدی؟ این دیگه چیه؟ میخوام برم همون، فقط منتظر اینم. منتظرم آب بیاد بشورم خودمو. تاریک، کی مهمونا میام؟ فامیلا یه دومات برای عروس آب میارن. الان دوش نمیگیره؟ نه، باید با اون آب دوش بگیره. میبینی منتظرم اون آبو بیارن و نمیتونم الان دوش بگیرم و تو داری بهم نگاه میکنی و تعجبم کردی. من خیلی از دستشون ناراحتم. پاکش کن. چطوری؟ اینو بگیر. باید صبر کنم. تو همین جدی پاکش میگی؟ کن. با این؟ آره؟ ولی چطوری؟ این خیسه. نه شال خراب میشه. الان چجوری کمکت کنم؟ واقعا خراب میشه. اشکالی نداره. تو دیوونی؟ ناراحت نشو. داداش نه، میدونی دیگه پاک نمیشه. مهم نیست، فقط یه شال دیگه. راحتی تو مهمتره. چی کار میکنی؟ از این شال بیشتر دوستت دارم. چی کار داری داریم میکنی؟ زرچوبه رو پاک میکنه. میگم چی کار میکنی؟ این شالو بیشتر از بقیه شالو دوست دارم، داری خرابش میکنی. این شال دست بردا دیگه، بازم داره این کار میکنه. خودش گفت پاکش باورش کنم. نکن، بهش خدا نگفتم، داره خودش دروغ گفت. میگه. خودش داره گفت دروغ جواد میگه. که میتونی برای خواهر کوچیکت تو خیلی بکنی. کله. من بهش گفتم نمیشه. به اونجا خدا رو بریم خودش آبام تقصیر من آوردن. نیست. آماده شید. راستی تاری، میگم خانواده داماد میرن میارنش؟ آره حتما. خیلی خب، یعنی آنانی هم باشون رفته. چرا این حرفو میزنی؟ خودت باید بهتر بدونی. سوال کردن چیه؟ ببرینش آره، تو دارم. راست میگی. من راهنماییتون میکنم. از این طرف. سلام آنانیا. یه واسه پاکش. اینجوری خوبه؟ چی ازم چی میخوای؟ قربون صدقم برو. الان فهمیدم. خیلی خوشگل و ماه شدی. ای خدای من. نگاهی صورتت چی شده؟ بابا دیگه حسودی نکن. چش نداری ببینی؟ اینو بگیر پیشت باشه. همتون که اینجایی، پس کی کار هتل رو میکنه؟ مامان راستی آره روحیت داره انجام میده. تو خانواده فقط روحیت داره کار میکنه، ما بقیه بی استفاده. شما فقط با هم سرگرمین. یالا برین کار کنیم ببینم کاری که مادرتون خواسته انجام بدین. هرچی به عروسی نزدیکتر میشین بیشتر از دستتون عصبانی میشم. باهاش در نیفتین. الان وقت شوخی نیست. تو ریتویک برید هتل و من و ریشاب هم کارای اینجا رو تموم میکنیم، وقت نداریم. آخه چرا باید تلفن؟ سلام آقا، بفرمایید. سلام. سلام. چی کار میکنی؟ دارم تزیین عروسی خواهرتو درست میکنم. فکر کردم کارمند مادرت انجام میده. راستی یه سوال. نظرت راجع به آنایا چیه؟ خیلی خوشگله. خیلی هم بامزه است. آره خوب. خیلی خوشگله. پدر مادرم میخوان باش ازدواج کنن. واقعا؟ تو رو قبول میکنه؟ ببخشید؟ با چیزی که بقیه ازت میدونن هیچ کس قبول نمیکنه باد ازدواج کنه، اونم خوب میشناستت. اگه قبول کرده باد ازدواج کنه پس دختر خیلی خوبیه، باش ازدواج کن، چون هیچ کس قبولت نمیکنه. ولی ازدواج مسئولیته. آسون نیست. قبل از ازدواج باید اعتماد زیادی داشته باشی. میدونم مشکل اعتماد داری و این موضوع به گذشتت مربوط میشه. برات سخته به مردم اعتماد کنی، ولی ریتویک همه تجربه ها مثل هم نیستن. میدونی آنایا از خانواده پولداریه. مثل اینکه تو بیشتر از اینا پول میخوای. درسته، اون خوشگله، پولداره و جذابه. و اگه تو کارم به مشکل خوردم سریع به پدرش زنگ میزنم و اونم خیلی زود کمکم میکنه. واقعا اون دختره، نه حساب بانکی واسه روز مبادا. نباید بهت بله میگفت، لیاقتش بهتر از تو. ببخشید؟ آره اونو بده. خیلی داری بهم توهین میکنی. خودت حساب کن. پسر جذاب و دختر جذاب و پول زیاد.
میدونی ازدواج دوتا جوان جذاب چقدر موفقه؟ ببخشید ولی نمیخوام بدونم. اگه اینجوریه برو باهاش ازدواج کن. البته اینا فقط احتماله. اگه خواستم با آنایا ازدواج کنم به خاطر این نیست که اون خوشگل و جذاب و پول داره، فقط به خاطر اینه که من ازش خوشم اومده و بابام خیلی دوستش داره. ریتویک عقلت کجاست ها؟ چی دارم میشنوم؟ اینا زیر پام. واقعا تو میخوای به خاطر بابات خودتو فدا کنی آره؟ خب تو میگی من باید چی کار بکنم؟ بابام که خیلی خوشحاله. خدا میدونه که چی قراره سرم بیاد. دیدی سامر چقدر ترسیده؟ انگار داره میره جنگ. سامر شاید به خاطر خانوادش چیزی نگه، ولی من باید به ریتویک بگم چون خیلی مهمه که بدونه. الو حواست کجاست؟ ریتویک باید یه چیزی بهت بگم. ریتویک من باید یه موضوعی رو بهت بگم. نمیدونم که دارم درست میگم یا نه. تو الان چی کار میکردی؟ تزیینو تموم کردی؟ الان تموم میکنم مامان. سرت به چی گرمه؟ عجله کن. امروز من مادرت نیستم اما مدیرتم. عجله کن. باید زود همه چی تموم کنیم. باورم نمیشه. بیا اینجوری پیش بره تموم نمی کنیم ها. زود باش دختر. بیا دیگه. پدرتون کارتون داره. کجاست؟ موبایلم همراهم نیست. بله بابا. دیشوار زنگ زد. اتفاق بدی افتاده؟ گفت که سامر دیشب رفته به یه جشن مجردی و هنوز نیومده. چرا تا حالا باهاش تماس نگرفتم؟ خیلی سعی کردم بهش زنگ بزنم ولی جواب نمیده. نمیتونم پیداش کنم. ممکنه یه وقت اتفاقی براش افتاده باشه. بابا چی داری میگی؟ منو میترسونی. نمیدونم اگر اتفاقی افتاده باشه مهم نیست پسرم. اما ریوا بالاک دخترم. باید با ریتویک حرف بزنم. اتفاق بدی افتاده درسته؟ درسته مام. فکر کنم بدونم مشکل چیه. باید باهاش حرف بزنم. چی؟ تو چی میدونی؟ میدونم چه بلایی سر رادیکا اومده. رادیکا چه ربطی داره بعدم بهت میگم. اول اجازه بده با ریتویک حرف بزنم. وایسا ببینم چی سر رادیکا اومده. ببخشید ریتویک اینجا بود. کجا رفت؟ با پدرشون رفتم بیرون. آره عمو. لطفاً الان دوباره باش حرف میزنم و فوراً باهات تماس میگیرم. ممنونم. با بازرس حرف زدی؟ بله بابا. بله عمو. من خودم واقعا نمیدونم. موبایلش از دیشب خاموشه. نمیدونم چی شده. الان پسرم کجاست؟ من خیلی نگرانشم. بگو به پلیس گزارش بدن تا سریع پیداش کنن. نمیتونیم 24 ساعت صبر کنیم تا بعد بگیم پسرمون گم شده. از خانواده کسی میدونه؟ نه عمو. کسی توی خونه نمیدونه که سامر. دیشوال لازم نیست کسی چیزی بدونه. حتی خانواده. اول باید جای سامر رو پیدا کنم. باشه داداش. بله جناب بازرس. ببینم میتونین این شماره رو ردیابی کنین بفهمیم کجاست؟ آروم باش ریتویک. نگران نباش. ما هممون داریم روش کار میکنیم. گوش کن رویش. ببینم تو کبیر همون رفیق سامر رو میشناسی؟ خب شماره‌شو برام بفرست. آره. نمیفهمم چرا سامر باید میرفت به جشن مجردی. دیشوار نباید میذاش بره. آروم باش. هر دوماده این جشن مجردی رو میگیره. خیلی خوب رویش گوش کن. باتریم داره تموم میشه. به شماره بابام هم بفرست باشه؟ الان. داره خاموش میشه. موبایل منو بگیر. اون هنوز جوونه. ممکنه خیلی خسته شده و اتفاقی براش افتاده باشه. شاید بلایی سر خودش آورده. یه لحظه بابا. بذار تمرکز کنم لطفاً. تو آروم باش. حالش خوبه. الکی هم نگران نباش باشه؟ اوه چه روزی شد امروز. پالا گوش کن. این رنگا رو باید امروز آماده کنی. نقاشو با خودم آوردم. تو میتونی توی انتخاب رنگا کمکش کنی عزیزم. میدونی چیه؟ زیاد رنگای تیره انتخاب نکنی یا تو رنگای با کلاس و روشن رو میشناسی. از اونو انتخاب کن باشه. میدونی که من از این کارا بلد نیستم. مامان چرا اصرار میکنی من انتخاب کنم؟ تو که نمیخوای با دست رنگ کنی. تو فقط میخوای رنگا رو انتخاب کنی. گوش کن دخترم. ریتویک هم باید از ترکیبی که انتخاب میکنی خیلی خوشش بیاد. نمیفهممت مامان. این دوتا چه ربطی به هم دیگه دارن؟ من باید یه تماس بگیرم. برو بعدن میام باشه. الش کن. بیا میخواستم اینو بهت پیشنهاد بدم. همین رنگی که من گفتم. آمان بله. نمیتونم با ریتویک حرف بزنم.
چرا کجاست؟ من که آقای ویجی رو هم نمیبینم. آقای ویجی و ریتویک با هم از اینجا رفتن. لطفا شماره آقای ویجی رو بهم بده. آره الان بهت میدم ولی منو در جریان بذار باشه. باشه حتما. شماره رو بده دیگه. باشه. اینها 98 923. خب دیگه من باید برم. میبینمت. فعلا. بله کبیر. برای جشن برنامه‌ریزی کردیم ولی سامر پیداش نیست. گفت یه سری مشکل خانوادگی داره. برای همین لغوش کردیم. چی؟ ولی کبیر سامر از دیشب پیداش نیست. ما هیچ خبری ازش نداریم. حالا چت شده؟ خیلی به کمکت احتیاج دارم. تو مگه برای کمک نیومدی؟ اصلا برات مهم نیست؟ اون موضوع مهم چیه بگو ها؟ حتما مربوط میشه به خودشون. بذار خودشون حل کنن. چرا تو دخالت میکنی؟ حواست به کار خودمون باشه. هیچ چیز هنوز آماده نشده. عاقد نیومده. پسرایی که عمامه پوشیدن رو نمیبینم. خیلی دردسر دارم. تو اصلا کمکم نمیکنی. من انجام میدم. بهم بگو خسته شدم. سری با من بیا. ریتریک واقعا نمیدونم. ولی آره سامر دوست نزدیک رادیکاست. آره از اون بپرس شاید خبر داشته باشه. تو مرکز تکنولوژی هند زندگی میکنه. باشه ممنون. چی شد؟ گفت به جشن مجردی نرفته. چی؟ فقط اسم یه دختر رو بهم گفت. من نمیتونم طواف کنم چون زن حامله نمیتونه طواف کنه. نگران نباش. لباس عروسی قرمز میپوشی و باقی مراسم ها رو عاقد انجام میده. بعدش میریم دادگاه و اونجا ازدواج میکنیم. ببخشید شما میدونید خونه رادیکا سود کجاست؟ باید بریم محله بعدی. از اینجا؟ آره. ممنون. ما داریم میریم خونه دوست سامر دنبالش بگردیم. ریشوال رادیکا کیه؟ رادیکا؟ نمیشناسمش. دوست سامر گفت بریم ازش سوال کنیم. این اتفاق به خاطر رادیکاست؟ همین میشه وقتی بدون موافقت بچه‌ها عروسی میگیری. تو این وضع انقدر قرقر نکن. بیشتر دقت کن. وای ریتوی کجایی؟ گردیشو بیشتر کن. وای خدایا این جانسن نمیده. من توی مراسم گیر کردم. یه اشکال تو موهاتی آرایش ممنون. این رنگی به هم نمیاد. نگاه کن. ببینم تو هنوز آماده نشدی. لباس صورتیه رو بپوش. من لباس صورتیه رو دوست دارم. برو میدیش به من. صورتیه رو بپوشم. آنایا این عروسی ما تو داری از من سوال میکنی. من عروسم باید آرامش خودم رو حفظ کنم. آروم باش. خدای من راه سرم برمیگرده. سعی کن برید زنگ بزنی. من که نتونستم پیداش کنم. مامانا تو هتلن. لازم نیست اصلا نگران باشی. با حرف زدم هنوز نرسیدن اینجا. گفتن دارن کاریا میکنن که یادشون رفته. اینی که اندرو آورده بوش داره اذیتم میکنه ها. نه به خاطر مشکلات فنی هواپیمای خداحافظیت نمیاد. چی میگی مامان؟ نمیتونم با ماشین برم. من هواپیما میخوام. هول نشو. باید آروم باشی. ولی این برنامه عروسی منه. مهمون داریم. نمیدونم باید چیکار کنم. اینو تو رو خدا بهم کمک کنین. وای خدای به نظرت چطور شده؟ حتما به شما گفته که کجا میخواد بره. نه اصلا فقط دیشب گفت میخواد بره خونه دوستش. شما سامر رو میشناسید؟ دیدینش؟ تا حالا شده بیاد اینجا؟ نه پسرم. چی شده؟ اتفاقی برای رادیکا افتاده؟ رادیکا خوبه ها نه؟ حرف بزن پسرم. ممنون. سانچی آماده شو باید زودتر بریم هتل باشه. ریتویک و بابا جواب نمیدن. نمیدونم کجان. ریشا آروم باش. ما بدون اونا نمیتونیم بریم. یکم آروم باشید. چجوری میتونم آروم باشم وقتی که این همه کار دارم و وقتی نمونده؟ اصلا نمیتونم. باشه بریم تو برو بریم بچه آماده شدن یا نه؟ باشه. هی چرا این چمدون هنوز اینجا مونده؟ اولشون داریم ببریم بیرون دیگه. آره خیلی خوبه. الان قطع کن باید برم به تاران هزینه برسم. آماده شده. چیز دیگه ای میخوام. آره پالاک میخواستم بگم که
وای زمین رو نگاه کن، چرا اینجوری شد؟ نگاه کن چی شده، چرا باید الان خراب بشه آخه؟ حتما نقاشم رفته. دخترم به خاطر من سری درستش کن ها. نباید چیزی تو این عروسی خراب بشه، چون توی این عروسی من قراردادهای خیلی بهتری ببندم از جای مختلف شهر، به شرطی که این عروسی خوب برگزار بشه به خاطر من. هی تو داری چی کار میکنی اونجا؟ حق با مادرم بود. نباید تو مسائل شخصیشون دخالت میکردم. بذار خودشون حلش کنه. فقط نگران ریتویکم. مادر بزرگ نظرت چیه تو ماشین نشونشون بدی؟ باید یکی از خانوادمون اونجا باشه. برو تو ماشین، تو اولین ماشین بشین. باشه اینا رو بردازار اونجا. بله. چرا تو هنوز آماده نشدی؟ دارم آماده میشم داداش. ریوا امروز اصلا چیزی نخورده. برو بهش بگو عروس و دوماد قبل از عروسی نباید چیزی بخورن. خیلی کار دارم مادر بزرگ، نمیتونه. چی میگی؟ خواهرم تا هیچی نخورده و میتونم شهادت بدم. من خیلی خوشحالم که شما اینجا. این فکرشو نمی‌کردم بیاین. من حتی به تینام زنگ زدم ولی نیومد. ولی تاری این چاقالو رو چیکارش کنی؟ بابا یه لحظه وایس، چاقالو همش داری می‌خوری. پاشو بریم. درست انجام نمیده. باید جای دیگر رو بگردیم. بازرسه. الو سلام. چیزی فهمیدی؟ موبایلش ردیابی کردین؟ آخرین لوکیشنش کجا بود؟ باشه ممنون. کجاست؟ ببین مامان، این لباس همه جا بهم تنگه. لباس دیگه ایم ندارم. 2 ماه دارم ورزش میکنم. چرا وزنم کم نمیشه؟ مامان من تنبل نیستم، به خاطر هورمونامه که لاغر نمیشم. مامان آخه من چی کار کنم؟ نمیدونم دیگه باید چی کار کنم که وزنم کم بشه. نه گریه نکن. شیوی جلوی همه اذیتم میکنه و مسخرم میکنه. حتی جلوی دوستم هم اذیتم کرد و من آخه خیلی از اون خوشم اومده. مامان من باید چی کار کنم؟ من چی کار کنم؟ عزیزم نمیخوام اشکاتو ببینم. باشه؟ یه چیز خوبی دارم. چی؟ اشکاتو پاکو. آفرین بیا. خب دیگه تموم شد. میتونی گردنبند ازدواج بندازی گردنش. امیدوارم که سالیان سال کنار همدیگه روزای خوبی رو داشته باشین. اصلا باورم نمیشه سامر. دوستت دارم. ریتویک گوش کن. ریتویک اول باید به هم گوش بدی. من ریوا رو دوست ندارم. منتظرت اینجا چه غلطی میکنی ها؟ به هم گوش بده. خواهش میکنم. من به کسی خیانت نکردم. واقعا؟ پس دیشب تو خونه ما چه غلطی میکردی؟ ولش کن. ولش کن. بیا بریم خونه، باید اونجا حلش کنیم نه اینجا. ببخش با من خوشبخت نمیشم. سامر بهتر الان هیچ حرفی نزنی. نشونت میدم عوضی. ریتویک بس. سامر حالت خوبه؟ بیا دیگه. هنوزم استرس داری؟ محشر شدی. دامن خوب نبود چون تنگ بود، ولی بدنت اصلا بد نیست. شالتم خوشگله. میدونی سن این شال چقدره؟ این لباس مادرمه. مادرم اینو به هم داد. منم الان میدمش به تو. دختر خوشبخت. آره بخند، همیشه بخند. خندهات خیلی قشنگن. اگه تو میخوای لاغر بشی تا سالم و خوش فرم باشی اشکال نداره. مردم همیشه دنبال عیب و ایرادای بقیه‌ن. باید قوی باشی و به خودت روحیه بدی عزیزم. حالا هر چی که میگن
دختر خوشگلم، خنده هات خیلی قشنگه. برای همین همیشه بخند. حالا بفرمایین دختر خوشگل. مامان، بابا و داداش. تو چقدر خوشگل شدی. ممنونم بیشتر. فقط یه کار مونده که بکنیم. چه کاری؟ باید از دست پسرا قایمش کنیم. شایان یه لحظه میای. خیلی خب برو دیگه، برو. بخند. آفرین. مامان خیلی وقت بابا رو پیدا نمی‌کنم. نمیدونم کجا رفته. واقعا کجان؟ فکر کردن شوخیه؟ باید جواب بده. زنگ بزن. باشه حتما. میرم پیش مادر بزرگت. تاره چی کار داری میکنی؟ نوشیدنی برای شما ممنوعه. خیلی خوشگل شدی. خواهرتو ببین. واقعا میگم. خوشگل نشده؟ یه لحظه وایسا. این خواهرمه، بهش فکرم نکن. به توجه نمیکنه. واقعا؟ میبینی؟ لباس خوب نبود، برای همینم مامانم اینو بهم داد. شاگرم یه لحظه برمیگردم. یه لحظه بیا. میدونم پر رو میشی، ولی باید بگم که خوشگل شدی. چی گفتی؟ خیلی خوشگلی. دیگه بزرگ شدی. سلام شینا. روی سلام. ببین شینا، من و دوستم اونور جشن گرفتیم. دوست داری بیای پیش ما؟ یعنی همه امروز بهم توجه کردی؟ یعنی میخوام منو اونجوری که هستم دوست داشته باشی، به خاطر باهوشی، نه به خاطر این لباسا. برای همینم ازتون معذرت میخوام. بعدا میبینمتون. خدافظ. الو روحیت بگو. الو ریشاب، هیچ معلوم از کجایین؟ که ای میرسین؟ مهمونا همه اومدن ولی هیچ کدوم از شما هنوز نرسیدین. خودت یه جوری سرشونو گرم کن، ما یه خورده دیگه میایم. باشه خداحافظ. مامان بله پسرم. دیر شده بابا، منتظر چیم؟ پاشین بریم مامان و دیگه. ریوا آمدن، چند تا ریزه کاری دارن که تو راه انجامشون میدیم. آره خیلی خوبه. مامان اگه اینجوریه بذار ریوا رو ببریم. بابا و ریکم که اصلا تلفناشونو جواب نمیدن. ریشاب عصبانی نباش، حتما دارن یه سری از کارا رو انجام میدن. نمیدونم ولی بالاخره باید راه بیفتیم دیگه. خب راه بیفتیم. جای بحث نیست. بیجی گفت حتما خودش باید ریوا رو بیاره. باید صبر کنیم. به خاطر این همه ملاحظات این عروسی رو آخرش به هم میزنیم. عروسی بدون عروس که نمیشه. عروسم نیست. باشه حالا دیگه آروم باش. من نمیفهمم شما چرا اینقدر خونسردید. من میرم تو ماشین بشینم. باشه آره الان ما هم میای. باشه الان من دارم میرم، شما هم دیر نکن. باشه برو. ریشاب صبر کن. ریشاب ریسوی کجا میتونه باشه؟ مامان، داماد باید ساعت 8 بیاد. الان ساعت 7 شده. بابا و داداش کجا؟ حتما رفتن کاریو که فراموش کرده بودن انجام بدن. از ترس جواب نمیدن. بگو ببینم ماه اصل کجا میخوایم بریم؟ قول میدم دنبالتون نیام. میخوام همه جا برم. میخوام دور دنیا سفر کنم و ماه اصلم 30 روز بشه و سال جدید برمیگردیم. آره یه لحظه درستش کنم. 1 ماه میخوایم بریم ماه اصل. لازم مهمو برداشتی مثل سفر قبلیت نشه که هیچی بر نداشتی. ماما لازم نیست چیزی ببرم. چون الان میخوام عروسی ماه اصل برم. نگاش کن. ببین لپاش چجوری گلفته. ماما من باید از خجالت لپام قرمز بشه نه؟ باشه بسه. این چیزا رو به دوستات نگو. آره خب تو یکی از اونا نیستی؟ تو هم دوستمی. بهترین رفیق. لپامو سرخ کردی. یه لحظه من الان میکنی؟ هنوز خجالت بکشی؟ اشکمو در آوردی. نزار گریه کنم. بس دیگه. بشین صدات میکنم.
چی شد؟ داری شوخی میکنی؟ این اصلا خوب نیست. از خانواده نون کسی نیومده. حداقل مادر بزرگی تو بفرست. من شک دارم که امروز عروسی باشه. ببین منم دارم دیوونه میشم، سعی میکنم سریعتر بفرستمشون. باشه؟ خیلی خوب. ریشاب ببین میدونم گفتی لباس زرد بپوشم ولی من اینو پوشیدم. نگاه کن ببین بهم میاد. آره عزیزم همین بهت میاد. خیلی خوشگل شدی. ببین الان ما وقت این کارا رو نداریم. باشه خودت فقط سریع آماده کن بذار همم آماده شن. خیلی خوب الان وقت نداریم عزیزم. لباس خیلی سنگینه. ریشاب با تو دارم صحبت میکنم. سلام ما آماده ایم. به وقتی که بابا داداش بیان سری میایم. حالا که عزیزم ظرفی که روش رنگ قرمز داره باید تو حیاط باشه. سری بیارش. اینو بده به من دخترم. زود باش عزیزم. خیلی کارا مونده. بعد از من ازدواج میکنی. صندوقا رو بشمر. باشه نمیتونم. اومد. ویجی تا الان کجا بودی؟ تلفناتونم که جواب نمیدادی. کجا مونده بودی؟ بریم دیگه زود باشه. یالا باید تنهایی حرف بزنیم. چی شده؟ همه برن پایین. ما الان میایم. بذار بعدش درست میکنیم. چرا ناراحتی؟ پشت سرت ببند. بابا چی شده؟ امروز کلا اشتباه. در حقت ظلم شده. تهدیدش کردیم. بهش گفتیم حق نداره. چی؟ و اون دختر تو روز عروسی بهش گفتم دخترم ریوا با تو ازدواج نمیکنه. و تو به هیچ وجه لیاقت دخترم ریوا رو نداری. بابا چی میگی؟ من نمیفهمم. بذار ببینم چی شده ماما. عزیزم همیشه بهتره یه چیزایی رو از قبل بفهمی. منظورت چیه بابا؟ هر اتفاقی که الان بیفته بهتره. راجب چی حرف میزنی بابا؟ لطفا واضح تر بگو. نمیفهمم چی میگی. چی بهتره؟ چطوری میتونیم اجازه بدیم با یکی از اون خانواده ازدواج کنیم؟ دیشب بعد از جشن مجردی سامر غیبش زد. دنبالش گشتیم. بعدن داداشت ریتویک تصمیم گرفت که نذاریم ازدواجتون انجام بشه. عروسی در کار نیست عزیزم. چی میگی بابا؟ چرا از اول بهم نگفتی؟ من نمیفهمم چه اتفاقی برای سامر افتاده. چرا نباید باهاش ازدواج کنم؟ چون اون لیاقت تو رو نداره. بیجی اون بچه نیست. میتونه تحمل کنه. چی شده؟ بهمون بگید دیگه. سامر با یکی دیگه ازدواج کرد.